با سلام دوباره عزیزان دلشال گلخوجه هستم با سرخط خبرهای مهمی امروز که بعد از چند لحظه دیگر بعد از 3 ساعت دیگر برنامه خبری رادیو آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم و در این برنامه تلاش میکنیم که تازه ترین خبرها از تاجیکستان و جهان و گزارش های بهترین رو پیشنهاد شما کنیم و حالا خواهیم دید که در برنامه امروز اطراف کدام موضوع صحبت خواهیم کرد. امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای تاسیس فوند پیشوای ملت روزیگی داد. این چی معنی دارد؟ این فوند پیش از همه به خود پرزیدنت با امالی رحمان تعلق دارد و در مدت سال یک مبلغ معین با این فوند وارد کرده می شود وابسته به درآمد بودجه و این مبلغ با کدام هدف صرف کرده می شود و کی حق دارد که این مبلغ رو صرف کند در برنامه برای شما خواهیم گفت. در پس منظر حوادث اخیر در تاجیکستان، منظورم از آفت‌های طبیعی است که طول بیشتر از یک هفته از هر منطقه تاجیکستان درباره خسارات خبرها میرسد و الکی از شمال تاجیکستان هم خبر رسید که در پای بارانگری ها در اونجا نیز مردم و راه ضرر دیدند. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از آن خوشحالی میکند که برای رفع پیامدهای آفت طبیعی یک مقدار تکنولوژیا از جمله قایق و درون دریافت کرده است. با دریافت کردن این تکنیک ها تا کجا کار آسان می شود، تا کجا این آفت‌های طبیعی پیامدش سری وقت برطرف کرده می شود. طوری ما می بینیم حالا مردم شکایت دارند وقت خواهد نشان داد، ولی به هر صورت شما در برنامه می توانید ببینید که این کمیته چی تکنیک ها را دسترس کرده است. و در پس منظری خودکشی یک خواننده در نایه یوان از مناسبت آموزگاران در نسبت طلبه ها خواهیم گفت که در این اواخر واقعا هم زیاد شکایت می شوند که در مکتب ها به مثل زمان شوروی علاقه مناسبت میانی معلم و خوانندگان نیست. سوال اینجاست که آیا واقعا هم خود خوانندگان سرکش شدند که معلمان با آنها زبان نمیابند یا که معلمان جوان هستند و تجربه خوبی کاری ندارند؟ به هر صورت ما با این حادثه هم نظر میکنیم که واقعا یک گوشمال آموزگار میتوانست که یک خواننده صنف هشتم رو تا به خودکشی رساند، چون که پیوندان میگن که بعد از اون که این خواننده از مکتب برگشته است خود رو به دار آویخته است. چرا این موضوع رو ما در برنامه با شما بررسی خواهیم کرد و در پس منظری بازم همین موضوع که در تاجیکستان میبینیم به هر حال شرایط در مکتب ها بهتر است، خوانندگان امکانیت دارند در صنفخانه های برهوا تحصیل کنند، ولی باز هم مثال های زیادی خودکشی میان خوانندگان، جنجال های خوانندگان به گوش میرسد. اما در کشور همسایه افغانستان سال هاست که خوانندگان در آرزوی تحصیل در مکتب های برهوا هستند. حداقل بینایی باشد که در بالای آن بام باشد، چون ما میبینیم اکثریت در زیر خیمه ها تحصیل میکنند و در همین شرایط یک ادیب جوان تصمیم گرفته است که یک کمک کند به خوانندگان تا اینکه کتابخوانی آنها بهتر شود و به آنها کتاب‌های خودش را رایگان تقسیم می‌کرده است. در این باره ما گزارش داریم که پیشنهاد میکنیم این را همراه ما تماشا کنید. و همچنین یک موضوع دیگری هم داریم که فکر میکنم برای مهاجران تاجیک خیلی مهم است و آنهایی که در خارج کشور هستند و به وطن پول انتقال میدهند. در این اواخر گفته می شود که فرستادن پول بازم به تاجیکستان یک نوع مشکلی پیش آورده است. انیقترش اکنون بانک های تجارتی تاجیکستان مبلغ هایی که طریق یونیستریم فرستاده می شوند و میزوجان دادن نمی توانند. باید گفت که یونیستریم یکی از برنامه های انتقال پول خیلی معمول و سر استفاده از سوی مهاجران تاجیک است و چرا چون این مشکل پیش اومده است شما میتونید در برنامه بشنوید و تماشا کنید. و یک خبر دیگر هم هست که در رابطه با اون صحبت میکنیم که آیا واقعا مسی یک ساله فوتبالباز معروف جهانی میتواند از آخرین شانس خود در جام جهانی فوتبال که قرار است بعد از همگی 3 هفته دیگر در روسیه شروع شود استفاده کند؟
ما میخواهیم دید که آیا واقعا مسی امکان خواهد داشت که اسم خود را در برابر پله و مارادونا در تاریخ فوتبال جهانی ثبت کند یا اینکه همچون ستاره دسته بارسلونا در تاریخ باقی بماند. خلاصه این تنها چندی از خبر گزارش های ما هست. ما خبرهای زیادی دیگر هم داریم که میخواهیم بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در پخش زنده چون همیشه پیشنهاد شما کنیم و فراموش نکنید که برنامه ما ساعت 1 به وقت پراگ و ساعت 4 به وقت دوشنبه طریق پخش زنده در آزادی ویدیو یوتیوب که کانال مخصوص ما در یوتیوب است پیشنهاد شما می شود. همزمان برنامه رو شما میتونید در سامانه ما www.azadi.org تماشا کنید و هر نفری که امکان نداشت پخش مستقیم برنامه رو ببینید ما این برنامه رو در صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پخش خواهیم کرد. از اونجا میتونید برنامه رو تماشا کنید و البته نظر و پیشنهادهای خود رو برای ما ارائه کنید و طوری هم پیشتر هم میگفتم اگر خود شما هم چی خبر و نوارهای جالب دارید میتونید به رادیو آزادی ارسال کنید. ما شما رو در پخش مستقیم منتظر هستیم.